خب الان شیشه های ذرتمون رو جوشوندیم و استریلشون کردیم و آماده تزریق اسپور هستن. اول استریل میکنیم وسایل کارمون رو، یه خورده الکل، این اسپور ماشروم است. خب من اینجا به اندازه 5 سی سی اونقدر که نیاز دارم آب برداشتم. این آب رو قبلا جوشوندم و استریلش کردم. حالا میخوایم اسپورامون رو محلول کنیم با آب. باید همه وسایلم خوب استریل کنم. اوکی. خب یه مقدار از آبمون با سرنگ میکشم روی ورق اسپورمون میریزمش. خب با یه تکه چوب یا یه چیزی شبیه این سعی میکنم که اسپورا رو محلول کنم با آب. دقیقاً به همش یه آروم تمام اسپورمون رو حل کردم. خب اون مقداری که میتونم با سرنگ میکشم، بقیه‌شم آروم میریزم توی ظرف. با این کاری خب حالا اسپورامون رو میخوایم با سرنگ بکشیم. من یه بار دیگه برمیگردونم اون مایع اسپور رو تا هم اون دونه های ریز بذر از هم دیگه جدا بشن، هم بتونم بیشتر استفاده رو ازشون بکنم. کاملا محلول شد. همش کشیدم. این اسپورات الان توی سرنگ. حالا اون لایه اول آلومینیومی که قرار دادیم رو آروم بازش میکنیم. قبل از اینکه بخوایم اسپورمون رو تزریق کنیم، توی هر بار تزریق بهتره که سرنگمون رو تمیز کنیم. من اینجا از یه فندک برای این کار کمک می‌کنه. تمام وسایلی که دارم باشون کار میکنم و تمام این محیط رو من قبلا استریل کردم. اینا که سوزن رو باید سرخ بشه، یه خورده به همش میزنیم که اسپور خوب توی تمام محلولمون پخش بشه. بعد اون محفظه ذرت هامون رو برمی‌داریم. چهار نقطه توی شیشه‌تون برای تزریق انتخاب کنید.
تقریبا با توجه به غلیظتی که اون شیشتون داره تقریبا توی هر کدوم اینا 1 cc من قطره میکنم. بعد اون لایه اول آلومینیوم رو برمیگردونیم سر جاش قشنگ درش میکنیم. بعد به همین ترتیب بعدی دوباره سوزنم رو سیر میکنم. خب دوباره سوزن رو بسیار تمیزش میکنم تا آخرین تدریق هم انجام بدم. خب اینم هست. الان این اسپولی که ما استفاده کردیم خیلی بیشتر از اون مقداری که نیاز داریم. بنابراین باقی مونده اسپو رو به همین صورت من میذارمش توی یخچال یه جای خنک، همینجوری که آلوده نشه تا بعدا بتونم ازش استفاده کنم. هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. خب ما اسپومون رو مایع کردیم، به این تزریق کردیم، درش هم بستیم. خب دیگه الان با این کاری نداریم، میذاریمش یک جای تاریک با دمای متوسط حدوداً 25-26 درجه تا مایسلیا شروع کنه به رشد. فعلا باش دیگه کاری نداریم.